به نظرت بهترین راه رسیدن به ثروت چی میتونه باشه؟ خب راه‌های زیادی وجود داره، اما شاید از بهترین راهاش این باشه که ثروتمندا رو الگوی خودت قرار بدی. اما چطور بعضیا روز به روز ثروتمندتر میشن و بعضیا روز به روز فقیرتر؟ این سوالی بود که ذهن کوین ترودو رو به خودش مشغول کرده بود. برای پاسخ این سوال عضو گروه‌های مخفی شد و فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشت تا آخرش به 5 قانون ثروت دست پیدا کرد. قوانینی که امروز مورد بررسی قرار میدیم. سلام و درود به رمز موفقیت خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ قوانین ثروت، میخوام داستان زندگی کوین ترودو رو براتون تعریف کنم. کوین بعد از دوران کودکی و نوجوانی دبیرستان رو با نمرات خوبی پشت سر گذاشت، اما برخلاف انتظار همه تحصیل رو رها کرد، چون متوجه شد درس خوندن و گرفتن مدرک نمیتونه میل شدیدش به موفقیت و ثروت رو ارضا کنه. پس تحصیل رو رها کرد و راه جدیدی رو شروع کرد. کوین توی 18 سالگی با چند تا از دوستاش به بازاریابی و فروش خودرو پرداخت. کم کم تونست مستقل بشه و درآمد خوبی هم به دست بیاره. تا اینکه یه روز تبلیغ یه دوره تقویت حافظه رو تصمیم گرفت تو این دوره شرکت کنه. شرکت تو این دوره باعث شد که زندگیش کلاً تغییر کنه. کوین به درجه استادی تو تقویت حافظه رسید و معروفترین کتابش ابرحافظه یا مگا مموری هست که تو سال 1987 منتشر شد. قبل از اینکه بریم سراغ 5 قانون ثروت کوین ترودو، میخوام بهتون بگم که قوانین ثروت توی هر مکان و موقعیتی یکسانه. پس دنبال قانونای جادویی و کتابای سری نباشید. قانون اول، تنظیم دخل و خرج. اگه میخوای ثروتمند بشی، باید مخارجت طوری تنظیم کنی که کمتر از درآمدت باشه. چرا که اگه بیشتر از درآمدت خرج کنی، هیچ وقت به ثروت نمیرسی و همیشه بدهکاری. یه راه ساده برای کاهش مخارجت اینه که بدهکار نباشی. وقتی بدهی نداشته باشی، میتونی ذهنتو متمرکز کنی روی سرمایه گذاری و پسنداز و این تمرکز روی پسنداز و سرمایه گذاری باعث میشه که پول بیشتری وارد زندگیت بشه. اما قسمت غم انگیز ماجرا اینجاست که وقتی تصمیم به کنترل دخل و خرجت میگیری، شاید درست و منطقی به نظر بیاد، اما برای رسیدن به این هدف باید از خیلی از خواسته ها و لذت هات صرف نظر کنی. باید آماده باشی که توی این مسیر از تفریحات و سرگرمی‌ها و حتی خوابت بگذری. با وجود این سختی ها قبولش میکنی؟ قانون دوم، جنگجو بودنه. اگه عاشق کارت باشی، میتونی اونو با تمرکز و انگیزه بالا انجام بدی و خب اینطوری نه تنها به درآمد بهتر و بیشتری میرسی، بلکه زندگی پرمفهومتر و پرمعناتری هم داری. آدمای جنگجو وقتی تو حوزه مورد علاقه خودشون فعالیت میکنن، تمام تلاششون رو میکنن که بهترین خودشون باشن. به خاطر همینم به ثروت خوبی میرسن. اما قسمت غم انگیز ماجرا اینجاست که کار و تلاش در مورد اونچه که عاشقش هستی شاید باشکوه و زیبا به نظر برسه، اما برای رسیدن به قله‌های پیروزی باید احساسات و عواطفت رو کنار بذاری و به آدما به عنوان یه ابزار برای رسیدن به هدفت نگاه کنی. آدمای جنگجو وقتی تصمیم به انجام کاری میگیرن، اجازه نمیدن که هیچ کس یا هیچ چیز سد راهشون بشه. اینجاست که باید تصمیم بگیری حاضری برای رسیدن به موفقیت و ثروت همه چیزتو فدا کنی، حتی روح انسانیتت رو.
قبل از اینکه بریم سراغ قانون سوم، ازت میخوام که چنل رو سابسکرایب کنی و به جمع ما ملحق شی. خب میریم سراغ قانون سوم کوین ترودو، ساختن ذهنیت ثروت. باید باورهای محدود کننده رو کنار بذاری و باورهای جدیدی که به موفقیت و ثروت منجر میشن و تو ذهنت پرورش بدی. این واقعا کار سختیه که بخوای باورهایی که سالیان سال توی ذهنت رشد کردن رو تغییر بدی. کار سختی هست، اما محال هرگز. افکار و باورهای ما مستقیما روی موفقیتمون تاثیر میذارن. برای ساختن ذهنیت ثروتمند باید آگاهیمون رو افزایش بدیم. کتابای خوب بخونیم، با افراد خوب معاشرت کنیم. چرا که کوین ترودو میگه آدمی که تو 5 سال آینده بهش تبدیل میشی بر اساس کتابایی که میخونی و افرادی که باهاشون معاشرت میکنی تعیین میشه. قسمت غم انگیز ماجرا اینجاست که تغییر ذهنیت به این سادگی ها نیست. باید آماده باشی که بخشی از خودتو که به این باورهای قدیمی وابسته بوده پشت سر بذاری. یا حتی شاید مجبور بشی خودتو از نو بسازی و تو این فرایند بخشی از وجودتو برای همیشه از دست بدی. آیا حاضری معامله رو بپذیری و حتی بخشی از هویتت رو برای همیشه از دست بدی؟ قانون شماره 4، یافتن انگیزه واقعیه. چرا پول میخواید؟ اگه شما نمیدونید که چرا پول میخواید، نمیتونید به سمت ثروت پیش برید. ممکنه برای رسیدن به قدرت، شهرت یا حتی اثبات خودتون به دیگران باشه. اینا میتونه شما رو به سمت ثروت سوق بده. اما قسمت غم انگیز ماجرا اینجاست که اگه انگیزتون از جایگاه نادرستی نشأت بگیره، شما رو به بیرحمی و انزوا میکشونه. که معتقده که انگیزه باید از عشق به هدف و خدمت به دیگران نشأت بگیره. توی کامنت ها به هم بگو که انگیزت برای رسیدن به ثروت از جایگاه درست و پاکی نشأت میگیره یا دنبال قدرت و انتقام هستی. فقط و فقط کسی رو قضاوت نمیکنه. پس راستشو بگو. بریم سراغ قانون 5، تقویت هوش مالی. ترودو میگه ثروتمند شدن فقط کار کردن نیست، بلکه باید بدونی چطور با پولت کار کنی و سرمایه گذاری کنی. اما قسمت غم انگیز ماجرا اینجاست که این قانون میتونه شما رو وارد بازی خطرناکی کنه. وقتی هوش مالیتون رو تقویت میکنید، ممکنه مجبور بشید از بعضی از اصول اخلاقی فاصله بگیرید. حالا دیگه پول شروع به کنترل زندگیت میکنه و فکر بیشتر کردنش باعث میشه که به کارهایی دست بزنی که اصلا فکرش هم نمی‌کردی. البته اگه ازش درست استفاده کنی، هیچ جای ترسی نمیمونه. این بستگی به خودت داره. 5 قانون ثروت شاید ساده به نظر برسن، اما هر کدومشون یه مسیر پیچیده و پرفراز و نشیبه، پر از انتخابای سخت و گاهی غم انگیز. این نشون میده که رسیدن به ثروت و موفقیت مجانی به دست نمیاد و برای هر قدمی که برمیداری باید هزینه‌اش رو پرداخت کنی. حالا سوال اینجاست که آیا حاضری این مسیر رو با تموم زیبایی‌ها و سختی‌هاش طی کنی؟ آیا میتونی از پس این قوانین بر بیای و به اوج برسی؟ انتخاب با توئه. موفق و پیروز باشی.